کجا کار میری؟ اوش دم پرفتی؟ ها دم پرفتم 10 minut پس میشه. ولی من 10 minut پس میشه وقت خوری ساعت 12 شده کنی این ساعتی من شده. برام کارخونه دا میخرم. کارخونه دا میخری؟ خیلی خدا با کس کار برکه بچم. مایلش. خوب. ایچور خطه. خوب. ای نغمه میکنی دزنه. اوخی همی اوشا بر وقتر دم پرتوی نمیشه. اینه بچم نخورده خیس رفت. اوخی مردک من کوشش کردم. کوشش کردم. کوشش هم خیلی میکنه. چه یاریز؟ معلمی بیلول اومد شکایت کرد. معلمی بیلول اومد؟ چی شکایت کرد؟ بیشتر وقت تلفن دا وایس نگاه میکنن بوجی میکنن تشش بر تلفن. مکتب دا وحشه تلفن به اهمیتی. چی نغمه این؟ تو عقل داری؟ من چند بار تو را میگم که بچم همین مکتب که رفتی تلفن تا نبر. حاضی من همین جوابگری برای پدر و مادر والدین جوابگرای اگر فرزند به تربیه باشه فرزند ناکس العقل باشه به مثل تو نخواد تلفن مکتب بری. من چند بار تو را گام میزنم گفتم نرو کامپیوتر بازی نکن خیلی بس کردی اینشا با نغمه نکن با تلفن سر کردی. تو بچم آخی من تو را گام نمیگم که همین چای بیار آخی همین اوی شما که تو بیزار کردی. بچم وقتی که پدر، مادر، معلم، استاد یک بار گپ میزنه گوش کردن در کار. فهمیدی؟ این چی نغمه آخی؟ گفتم نبر. باید انسان دروغگو نباشد. باید انسان فریبگر نباشد. باید انسان من تو بریم بچه یاش و جوان پدر، مادر، معلم، استاد گوش کند. بچم اینو ببین هر چیزی عادی همین سر میشه. همین وقتی که دروغگویی کردی، فریبگری کردی، دروغگو که شدی پگه کلان میشی مردم فریب میکنی یا رفیقت فریب میکنی یک بار فریب میکنی دو بار فریب میکنی بعد آدم دیگه تمام از باوری میبرویه. انا برای همین دروغگویی نکن. از همه بهترش زنک باید دروغگو نباشه. من بچم همه قسال قتی مادر زندگی کرده من اکای کلانی یگان بار دروغ نگفته مادر مرا. اکا دروغ نمیگو. دروغگویی را یاد نگیر. وقتی که گفتم همون گپ کن. دروغگویی چه خیلی که پدر و باباهای ما میگن تاریکی ایمانای بچم. دروغگو که شدی فتنه‌گر میشی یا رفیقات از تو دور میشن. این همش از انمی مایدکی سر میشه. وقت خیرا بین بیلو جون که تیز بین تو با کم نگاه که کودکه بین اوشد با لنگ نشوه. هم بیلو جون بچه؟ اکای جورخون بود. اکای جورخون؟ همسایه؟ را بچم گو که پدرم خونه دا نیستن. شما گفتن دروغگویی ترکی امون ایکو. خیلی رو یه بار گازن هیچ گپ نداره. دو زدک آشا دیرتر کش. هم بیلو جون چی گفتی بچم؟ گفتم که دادم میگه که در خونه نیستم. گفتی که دادم میگه در خونه نیستم؟ با دروغ گفتی؟ یک چالو کامپیر پیرو کامپیر خوان همین نیست شب ساعت 12 به یک شبه که کامپیر همین میخیزه و از بری روی موسفید یک بوسه شیرین میگیره که موسفید میپره میخیزه خوش میبینه کامپیر میگه کامپیر تینجی های در این 60 سالی زندگی مو یک ایتا با مهر و محبت بوسه شیرین گرفتی کامپیر هم همین تمه ایسته با نازی کامپیری کتی میگه موسفیده اگر هزی چی بگم قهرت نمیکنه غضب نمیخیزه که موسفید میگه نه بگو زنک جون چی با میگه در دوره های همین مکتبی یک بچه همسینف ما ایدومو میدوید همه نغز میدید که من نگاش نمیکردم اکو خیلی امو یکی در خوام دور اومده یو مرم همی زاقم کرد خیستم خودم موسفید یا بوسه کردم ایگه پا میگه که موسفید همین رشکی پیریش میخیزه و دم درون همین در دیلش میقپه میگه خورا پد نکو کامپیر میزنه خواه پگه همون وقت ساعت 12 به یک شبه که موسفید میخیزه ایسی نگاه میکنه همه تینجی آرومی همین میکنه و همین یک تا پیشونی کامپیر نمیفروره که کامپیر از جوش میپره میگه ای وای چی گپ شده سیایی لقد کرد جینی درومت چا کرد موسفیدی خیلی میزنی ما که میگه دام تا بگی
دام طبیعی که همون جوانی که در خواب در اومده بود امشب در خواب ما در اومده. خب مایلش بگذارم خشوال برادر آینده هم کنیم و دوام چیم. خب مایلش سلامت باشه. محترم رئیس سمیر عرضه ما رو قبول می‌فرمایید. عریضه؟ خیلی عریضه عرضه من از اون خواهش میکنم مرا با خواهش کنم از کار از کار آزاد؟ آخر زندگی رو اکی سید مرا از زندگی بعد زندگی مؤسسه ما بیزه میشود. ما خیلی مناسب دیگه کجا میویم؟ ما الان که یک خلاصه آمدگی کدام خلاصه ده؟ ما 4 تا شاگرد تیار کردیم. شاگرد تیار کردیم. آخ یکه این شاگردا تو مثل شما کار کردن نمیتوانند. خیلی فهموندن ساعت که با خیلی میخواه فهموندن دیگه چیه کار کردن دیگه چیه. بعد این شاگردا تا کی میبری که؟ شاگردا آز در پشت در انتظارن. همه جا خیلی کنی دعوت کنی؟ مرحمت. تو کجا خوندگی؟ رئیس کالج؟ جواب چی؟ جواب آقای سید مراد این چه شاگردی؟ چه سر لباس هست؟ او ساز بکن. او سر لباس چی سر لباس است؟ سر و سیما شدم تری اومده است. آقای سید مراد سر و سیما ای بس آخی خیلی کنی دیگر رو دعوت کنه؟ هری شاگرد علیکم سلام سازی داده؟ رحمت کجا تموم کردگی؟ کالج؟ محاسب یکان جا کار کردی؟ بله تقریبا 6 ماه شد کار کردیم. 6 ماه؟ 7 کر 7 چند؟ 7 طرف 49. جواب کار رسول شم جواب کوخه. اکی سید مراد میدونم درست جواب داد لیکن این شاگردات مثل خودت کار کردن نه میتوانند کرد. یه نمیشه ما شما رو جواب نمیتیم کرد. با هسته شاگردات یک تگه هسته تکه نمیشه دعوت کن کرد. از زیرش خستم کردی. شاگرد مرحبت. Assalomu alaykum raisjon. So'zay, tejang, koro so'zay, zindagi so'zay, xona tinjay. علیکم سلام. ما ساز خوب تین شما خوبه؟ شما یگان دانشگاه یگان دانشکده خوندگی؟ Albatta rais xondagi. Albatta. اکی سید مراد شما اکو 22 سال شدید من این برابر شما دانشگاه خوندگی نه؟ Rais bu se donishkada tom kadagi. سه دانشکده؟ ای احسان سابقه کاری داریم؟ این سابقه کاری را نگو. 23 سال سابقه کاری دارم. احسان 23 ساله؟ 23 سال. محاسب کار کرده؟ این نه محاسب چی؟ من سر محاسب کار کردگی. نباشد از برادر عزیز من شما را یک سوال میدیم. اگر به سوال من جواب داده ما شما رو به کار قبول میکنیم. لیکن جواب نداده یعنی این از کار آزاد بگیریم. میروید. خوب شد. برادر جان. بابا. 7 کرات 7 چند میشود؟ 7 کرات 7. ای رئیس جان. همیشه ما چند دیگه کو همون میشه. اوه انا سرمحاسب قبول. این بود نمایش نوبتی تلویزیونی شکرخند. لفظ خوش گفتن خوش است گر شخص عادت می کند. جسم و جان کس حرف دوست را حد می کند. در حضور دوستان گویند سخنهای لطیف. خنده هم داروست انسان را طبابت می کند. عزیزان دل خیر تا برنامه های آینده شاد و پیروز باشه.
ها